این ذکر را هر روز 100 بار بگوید، الله بزرگوار او شخصیت را از فقیری، ناداری، از کمبغلی دور می‌گرداند و الله بزرگوار از وحشت عذاب قبر او شخصیت را نجات می‌دهد و الله بزرگوار او شخصیت را دارنده می‌گرداند و الله بزرگوار در جنت را بر روی او شخصیت گشاده می‌گرداند. ذکر این است: لا اله الا الله الملیک الحق المبین، لا اله الا الله الملیک الحق المبین، لا اله الا الله الملیک الحق المبین. هر انسانی که این ذکر را هر روز 100 بار بگوید، الله بزرگوار او شخصیت را از فقیری، ناداری، از کمبغلی دور می‌گرداند و الله بزرگوار از وحشت عذاب قبر او شخصیت را نجات می‌دهد و الله بزرگوار او شخصیت را دارنده می‌گرداند و الله بزرگوار در جنت را بر روی او شخصیت گشاده می‌گرداند. ذکر این است: لا اله الا الله الملیک الحق المبین، لا اله الا الله الملیک الحق المبین، لا اله الا الله الملیک الحق المبین. هر انسانی که این ذکر را هر روز 100 بار بگوید، الله بزرگوار او شخصیت را از فقیری، ناداری، از کمبغلی دور می‌گرداند و الله بزرگوار از وحشت عذاب